این پسره یه قدرت‌های عجیبی داشت. میتونست ذهن هر کسی رو گول بزنه. یه روز دستشو مثل هفتیر گرفت، سمت یه زن و شلیک کرد. زن جیک زد و شکمشو گرفت که پر از خون شده بود. اما در واقع هیچی نشده بود. اون فقط یه توهم بود. بعدش صاف رفت توی بانک. یه چک کشید به مبلغ $0. صندوقدار خشکش زد و گفت وای چه عدد بزرگیه. سری برد نشونه رئیسش بده. پسر خیلی خونسرد گفت اشتباه میکنی، این فقط $5000. وقتی زن دوباره نگاه کرد، واقعا روی چک عدد $5000 نوشته شده بود. عذرخواهی کرد و پولو داد بهش. اما همین که پسر از بانک زد بیرون، اون چک توی دست صندوقدار تبدیل شد به روزنامه. زن وحشت کرد و زنگ زد به پلیس. تو این فاصله پسر پرید تو ماشین رفیقش و دوباره از قدرتش استفاده کرد. پلیس که دنبالشون بود، یهو حس کردن هوا یخبندون شده. برف و گلوله های یخی بود که خورد به ماشینشون و از کنترل خارجشون کرد. ماشین پلیس چپ کرد و سر خورد تا رسید جلوی یه پمپ بنزین. همون لحظه هوا دوباره به حالت عادی برگشت. آخر شب که پسر برگشت خونه، فکر کرد کاش بتونه این قدرتشو رو مادرش امتحان کنه. مادری که سالها تو کما بود. اون برای چند لحظه چشماشو باز کرد و حس کرد زنده است. اما دوباره بیماری برگشت و خشکش زد. اشک چشمای پسر رو پر کرد، چون با اون همه قدرت نمیتونست مادرشو نجات بده.